الان روی CH هستیم، پر از توهم، موبایل تو دست. فرمانه رو پیدا می‌کنه. اونا از اون ور میرن. آره اونا از اون. آره مسیر این برم به درد نمیخوره. این ور چیز خیلی حرفه‌ایه. کجه اصلا. آره. کجه. دختره داشت دعوا میکرد با چیز، با پارکینگیه نبودی. چرا؟ رفت به زدن و میدونی ما چجوری ماشین پارک کردیم؟ چجوری؟ اومدیم ماشین گوشیم دقیقاً بغل باجه بلیط فروشی. سعیدم همین کارو کرده. بعد اومدیم بالا دیدیم جای ماشین نیست. خب یه دونه مزدا رو من و وحید سر دادیم رو برفا 2 متر آوردیمش پایین، ماشین رو جا کردیم. همه وایساده بودن میخندیدن. آقا چیکار داری میکنی؟ یعنی تا دم ماشین قشنگ میتونیم اسکی کنیم ما. ربعی داری میگیری هنو؟ آره. بذارم حتما مهدی شمشکی هستم. مهدی شمشکی مربی بین‌المللی. بله. در خدمت شما هستم برای آموزش. 30 سال تجربه. از خیلی 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 بچگی اسکی میکردن. آره دیگه. ولی هوا امروز خیلی خوبه. آره. اون دفعه یه لحظه اون هفته ابر شد. اصلا یه لکه ابرم